با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. از خبرهای نوی تاجیکستان و جهان در این برنامه گزارش داریم. امروز 6 ایون است. نگاه به سرخط گزارش‌های برنامه. عید قربان در تاجیکستان و جهان، شیوه‌های تجلیل از عید قربان از مکه تا غزه و شرق دور. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ساکن دوشنبه میگوید در اینترنت به وعده کار در اروپا باور کرد ولی فریب خورد و صدها دلار قرض گرفته‌اش را از دست داد. میخوام که مردم در دام همین خیلی آدمو نزنن. و برای اولین بار در تاریخ ازبکستان صاحب استقلال دسته منتخب فوتبال بازان این کشور به بازی‌های نهایی جام جهانی راه خواهد گرفت. امروز در تاجیکستان یکی از مهمترین عید برای مسلمانان را تجلیل کردند. ساکنان در شهر دوشنبه و ولایت ختلان گفتند که با وجود محدودیت‌های اعلان شده، کودکان به خانه‌های ساکنان رفتند و تحفه گرفتند. 3 سال اخیر مقامات تاجیک عیدگردک را منع کردند و از پدر و مادران خواستند که فرزندانشان را به عیدگردک اجازت ندهند. همکارم طاهری سفر درباره عید در تاجیکستان و دیگر کشورهای مسلمانی جهان این گزارش را آماده کرده است. ساعت 5 صبح روز 6 ایون هزاران ساکن تاجیکستان سوی مسجدها شتافتند تا نماز عید قربان را بگذارند. عید امسال در گرمای تا 36 درجه تابستان راست آمد. محصولات هم فراوان ولی با نرخ‌های گران. مقامات تاجیکستان مثل سالهای پیش ساکنان را به صرفه‌جویی دعوت کردند. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اینجا خانه کعبه در عربستان سعودی است که 7000 تاجیکستانی در برابر بیش از 1 میلیون مسلمان جهان برای ادای حج فرضی رفتند. زیارت کعبه در روز عید قربان یکی از فرایض دین اسلام است که مسلمانان اگر توان داشتند انجام می‌دهند. نرخ سفر و زیارت از تاجیکستان امسال $6000 بود. در این گوشه دنیا در غزه ساکنان نیم گرسنه و زیر حمله های اسرائیل نیز عید کردند. سازمان های بین المللی غزه را حالا به دوزخی روی زمین تشبیه می کنند که از آسمان به سر ساکنانش تیر و موشک می بارد و مردمش به غذا و آبی آشامیدنی دسترسی ندارند. عید قربان یکی از 2 عید اصلی مسلمانان است که ناوابسته به رویه های گوناگون مذهبی آن را در همه کشورهای مسلمان نشین تجلیل می کنند. ده‌ها انشاءات مربوط به اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه در ولایت ختلان و اطراف پایتخت به فروش گذاشته شده است. عبدالله‌زاده روز 2 می امسال به دنبال برکناریش بازداشت شده بود. مقامات او را برای از خود کردن مبلغ فرودگاه پایتخت عیبدار می‌کنند. یک تن از نزدیکان او روز 5 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 طرفخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان به فروش گذاشته شده است. این نفر که نخواست نامش ذکر شود گفت نه همه مالکیتی که به فروش گذاشته شدند به نام عبدالله‌زاده ثبت شدند، بلکه بیشترش از نزدیکانش هستند. با گفته او مقامات وعده کردند که اگر پول را برگرداند آزاد می شود، ولی حالا مالکیت او خریداری ندارد. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که او را در استفاده نادرستی حدود 500 میلیون سامانی عیبدار می‌کنند. این نزدیک عبدالله‌زاده ادعا کرد که از روزی بازداشت 5 بار شد جای نگهداری او را در بازداشتگاه عوض می‌کنند و خودش زیر فشار قرار دارد. با گفته او گاه او را در اتاق تنها می‌گذارند، گاه با 3-4 جنایتکاری خطرناک. در آژانس مبارزه با فساد به سوال‌های رادیو آزادی درباره پرونده اسمت الله عبدالله‌زاده پاسخ ندادند. اسمت الله عبدالله‌زاده را روز 2 می از مقامش برکنار کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نوشت که اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. اسمت الله عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه دوشنبه بود. با جای او زین الله شریفزاده از خانواده صاحبافها که با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رشته خویش و تباری دارند رئیس فرودگاه تعیین شده است.
10 نفر به رادیو آزادی شکایت کردند که از افراد نامعلوم دعوت به کار در بریتانیا و کشورهای اروپایی دریافت کردند، ولی در نهایت با سپردن مبلغ زیاد فریب خوردند. با وجود تکرار مقامات که به دعوت‌های کار از طریق شبکه‌های اجتماعی باور نکنید، همچنان ساکنان فریب می‌خورند. یکی از چنین فریب خورده‌ها در صحبت با همکارم براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گفته است که ساکنان باید خیلی احتیاطکار باشند تا فریب دروغگویان اینترنتی را نخورند. А кто писал эти в контракте? Слушайте меня внимательно. Получается, диалоги записаны, потом... چنین بحث تلفنی در یک ماه اخیر برای کامل جان مرکایف ساکنی 38 ساله دوشنبه تقریبا چند بار رخ می‌دهد. او با امید پیدا کردن کار در انگلیا با دیدن اعلان در شبکه اینستاگرام با چند نفر شناس شد که برایش گفتند با پرداخت پول او را در بریتانیا کبیر به کار تامین می‌کنند. بیاد $750 عمومی رویشون کردیم. حال با گفتن که با $300 دیگه با چکنی روی کنیم. این ایش ارتون نمدورا کورتیاندای رابطاداتیل. او آدمی که منیجر مونه کاتیوای گاو زدن نتونستیم. تو است گاو میزنیم تلفنیو ویدیو ویزو کاتی گاو نمیزنه. میگه کامera تلفن ما کامera نداره. نه درنم این ای ضعیف پول روی کردیم. اجد رقمشون چکشون هستای. آنهایی که به کامل جان وعده کار دادند شرکت خود را بریتانیایی و خود را شهروند بریتانیا معرفی کردند. برای باور کردن او اسناد شرکت و نسخه شناسنامه های خود را فرستاده حتی شرطنامه هم بستند. اما وقتی که کامل جان به مرکز دریافت روابط بریتانیا کبیر در دوشنبه می رود، مسئولان مرکز می گویند این همه اسناد قلبکی است و او را فریب دادند. میخوام که مردم در دام همین خیلی آدمو نزنن. اساسی کاری ما اگر یگان کس باشه در همین سوحه همین ایدیم همین شاکی پول ما را برگردونه خوب میشه. باشه که ما بانک قرض کردگیم ما بچه قرض کردگیم. آغاز موسم کار در کشورهای اروپایی شماره کارجویان را به مراتب زیاد کرده است و هم تعداد فریب خورده ها را. سازمان بین المللی مهاجرت از زیاد شدن موردهای قلابی وابسته به تامین کار در اروپا خبر داده یک کارزار اطلاعاتی را به راه مانده است. یگان کارفرمای اصلی در اروپا بخصوص در بریتانیای کبیر به طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان خود را نمیگذارد. آنها تنها با واسطه سایت‌های رسمی خود اعلان کار پیشنهاد میکنند. مهیا ناظم و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم لندن که کارجویان و دانش آموزان تاجیک در اروپا از طریق شبکه‌های اجتماعی راهنمایی می‌کند، شیوه‌های دیگری شناخت قلابان را توصیه می‌دهد. چی طور به دام قلابان نفتاد؟ همین رو در خاطر داشته باشید که وقتی که دلخواه شرکت یا دلخواه نفر از شما میگوید که به خاطر روان کردنی دعوتنامه یا اینکه ویزای کاری از شما پول طلب میکند، این علاقه قلابی است. حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2025 آمار مهاجران را مخفی کرد. طبق آخرین معلومات رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در حال حاضر شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور نزدیک به 400,000 است، ولی منبع‌های غیر رسمی این آمار را بیشتر از 1 میلیون می‌دانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان هم میگوید آمار مهاجران و کارگران موسمی در اروپا از جمله بریتانیای کبیر را در دست ندارد. اما سالهای اخیر شماره چنین مهاجران زیاد شده است، خصوصا پس از جنگ روسیه در اوکراین و بدرفتاری مقامات حفظ حقوق و خیلی سخت شدن قانون‌های مهاجرت روسیه. تعداد کارجویان تاجیک در اروپا به مراتب افزوده است. حالا سری خواهیم کرد به کوبا. همکارم شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد که بی‌توجهی کارمندان خواجگی کمونالی باعث آن شده است که در یک کوچه باغ به وجود آید. خبرنگاری ریترز همراه با سیاحان به تماشای این باغ رفته است. یک صدمه لوله آب در محله یلسروی پایتخت کوبا به باغچه غیرمنتظره عجیب در میان مومی فرسوده تبدیل یافته از زیربنای فرو ریخته شهر هاوانا شهادت می‌دهد. خبرنگاری ریترز میگوید 3 سال پیش در نزد منزل خوسه آنتونیو فلیتاس و کارمن روزا گوزمن محض در همان جایی که قبور آب و پرتوها به صدمه مواجه شده بود، اولین نخل بنان، علف و دیگر رستنی‌ها سر کشیدند. ساکنان محله با خوشحالی تاکید می‌کنند که طبیعت کمبود خدمات کمونالی را به معجزه تبدیل داده است.
این باغ اسفالت کنده شده کوچه و چاه را پنهان می‌کند. گوزمان بر این نظر است که باغچه بر اثر بی‌توجهی پیدا شده است و خدمات کمونالی بعد ترمیم لوله اسفالت بالای آن را برقرار نکردند. ظاهراً باران بنان را به اینجا آورد و آن ریشه دواند. سپس محیط مناسب برای رستنی‌های دیگر هم فراهم آورده شد. اکنون گوزمان و شوهرش باغبانی را بر دوش گرفتند. فلیتس میگوید ما جانبدار تعمیر و برقرار نمودن مومی کوچه هستیم، ولی تا آن زمان باغ را تخریب نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم که مقامات آمده کوچه را تعمیر کنند، اما این درخت هم زیبا است. نرخ میوه در بازار گران است. از این رو ما با استفاده از فرصت منتظر حاصل بنان هستیم. وزارت نقلیات کوبا در سال 2024 اعتراف کرده بود که تخمیناً 70% راه‌های این کشور تعمیر طلب می‌باشند. روزی پنجشنبه دسته منتخب تاجیکستان در شهر پنامپن منتخب فوتبال کشور کمبوجا را با حساب 2-1 ناکام کرد. این قوآزمایی دوستانه در حضور 13,000 هوادار فوتبال در ورزشگاه ملی کمبوجا دایر شده توپ‌های تاجیکستان را شهرام سمیف و احسان پنجشنبه به هدف رساندند. 10 میلیون در چارچوب بازی‌های انتخابی جام آسیا 2027 فوتبالبازان تاجیکستان با منتخب فیلیپین روبرو می‌شوند. و خبر دیگر این است که 5 میلیون منتخب فوتبال ازبکستان در شهر ابوظبی قوآزمایی‌اش با فوتبالبازان امارات متحده عرب را با حساب 0-0 به انجام رسانیده برای اولین بار در تاریخ به جام جهانی سال 2026 راه خط گرفتند. دسته منتخب فوتبال ازبکستان که با لقب گرگ‌های سفید مشهور است، همراه با منتخب ایران از گروه اول بازی‌های انتخابی آسیا در روی خط 48 دسته جایگیر می شود که سال آینده در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برای جام جهانی فوتبال مبارزه خواهند بود. به قول شارحان در قوآزمایی دیروزی حل کننده با دسته امارات متحده عرب، دروازه‌بان ازبک نقش مهم داشته، به ویژه در قسمت دوم بازی چندین ضربه خطرناک فوتبالبازان امارات را بی‌ضرر کرد. در دقیقه 54 فوتبالباز ازبک عباسبک فیض‌اللهیف نیز امکان داشت توپ را به هدف رساند. خلاص ازبکستان و ایران به طور مستقیم راه خط جام جهانی گرفتند و امارات متحده عرب که صاحب جای سوم در گروه ا شده است در دور چهارم برای راه خط جام جهانی مبارزه خواهد بود. تجلیل پیروزی فوتبالبازان ازبکستان در تاشکند هم دایر شد. هواداران فوتبال در میدانهای مرکزی پایتخت ازبکستان جمع شده بازی را تماشا و پیروزی را جشن گرفتند. منتخب فوتبال ازبکستان که سال 1994 جام آسیا را به دست آورده است تا این زمان 7 دفعه بدون موفقیت برای شرکت در جام جهانی فوتبال تلاش کرده بود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 ازبکستان برای رشد فوتبال نیرو و سرمایه زیادی خرج کرده است. امروز فوتبالبازان ازبک در دسته‌های بهترین اروپا و آسیا هنرنمایی می‌کنند. بعد قوآزمایی دیروزه پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف توسط تلفن سرمربی دسته تیمور کاپادزه و ورزشکاران ازبکستان را با این دستاورد تاریخی تبریک کرد. در شهر دهلی نو روزی 6 میلیون جلسه وزیران کارهای خارجه هند و دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌شود و تاجیکستان را در این نشست وزیر سیراج‌الدین مهرالدین نمایندگی می‌کند. در این باره خبر دادن از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما رو تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی آرک و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید.